پیشانی زخم داشتگی پشت گردن استخوان کشیدگی پشتگی من قاعده‌شای. این نقل سعید نیسا قاسم و ساکنی ناحیه باباجان غفوروف درباره پسر 34 سالش ایوب جان نعمتوف است. مقامات او را بعد یک زنازنی گروهی دستگیر کردند. سعید نیسا قاسم و میگوید در زنازنی در قهوه‌خانه ارباب قریب 20 کس اشتراک کرده، در این میان تنها پسر او دستگیر شده است. چیزی که او بی‌عدالتی مینامد و از چنین برخورد ناراضی است. حادثه شام 25 می امسال روی داده ایوب جان نعمتوف از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه موقتی است. سانه گلی سال دوسری آلکل آب نگذاشت بگمش کردی. منی کاغذ دکتر منی ها منی توموگرافی ها منی زیهوش همش منی مکتوبی وای کلام وای کدیگو ما. کوششی ما برای گرفتن شرح بیشتری مقامات درباره حادثه تا این دم بی‌نتیجه بود. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مأموران میلیسا تنها نسبت به ایوب جان نعمتوف پرونده باز کردند و او به اوباشی گمان زده است. در حالی که مادرش او را جبر دیده مینامد، در نوار دوربین‌های نظارتی که رادیو آزادی دید، او شرکت‌داران دیگری حادثه را دشنام و حقارت داده است. در آن نوار شخصان زیاد دیده می‌شوند. مسئولان قهوه‌خانه ارباب در ناحیه باباجان غفوروف نخواستند که درباره حادثه صحبت کنند. تنها در گفتگوی حضوری اشاره کردند که در این ماجرا آنها نیز زیان دیدند. سعید نیسا قاسم و میگوید بحث و خرخشه در قهوه‌خانه ارباب بر سر پول خوراک بین مهمانان سر زده، سپس نمایندگان قهوه‌خانه همراه شدند. 25 تا گمان خطا نمیکنم آبشیو نکی فقط اینها آشناها دک است صاحب قهوه‌خانه زدیگاه 4-5 تا خودش چه کو نوارای میبینید امیخه اوزی آسمین 20 کس فقط بچه شما قبل دیگه یک تا بچه من قبل دیگه رو هیچ کسی بازداشت نه دیگه رو کم کم کو اگوروی گفتاشون پول داده برام دیگه. در حالی که مقامات شرح نمیدهند، سعید نیسا قاسم و ادعا دارد که احتمال شرکت‌داران دیگری مناقشه از کشور بیرون و یا از جوابگری آزاد شدند. رادیو آزادی آن را مستقلانه تصدیق یا انکار کرده نمیتواند. نه سود به اساس ما فقط جنگ ما های کو البته دیدم بعد به اساس ما دیگه سود شدگیش نه یک بار سود شد ولایتی و دیگه شدگیش نه همین به 13 ایون بود. من تا امروز چند روز نشد است دیگه سود نشد است سود واقعا نشد است تیز بولی که نه حکم داد است نه برود است عزیزان. این زن میخواهد دادرس هرچه زودتر قضیه پسرش را بررسی و خلاصه خود را اعلان کند. جنجال و زنازنی در طربخانه و قهوه‌خانه های ولایت سوخت در ماه‌های آخر زیاد شده است. در زنازنی در طربخانه پارلمانت شهر خوجند که ماه فوریه امسال روی داده سر و صدای زیاد برپا کرد، دادستان پیشین شهر بستان نیز شرکت داشت. بعد رسانه‌ای شدن حادثه او از ساحه رانده شد و چند نفر دیگر به جوابگری کشیده شدند. مقامات امور داخلی نه همیشه درباره چنین حادثه‌ها معلومات می‌دهند، هرچند درباره حادثه‌های دیگر زود و با تفصیل گزارش نشر می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.